سلام رفقا. چند وقت پیش قرار بود که برای گرفتن یه ویدیو ولاگ به یکی از روستاهایی برم که انگار کاملا متروکن و خالی از سکنن، اما متاسفانه دقیقا روزی که اونجا رفتم و داشتیم ویدیو رو ضبط میکردیم متوجه شدیم که توی همون خونه‌های متروکه یه خونه سالمه که یه نفر داره اونجا زندگی میکنه. اون ویدیو کلا کنسل شد و برام خیلی جالب شد که چرا یه نفر داره توی جایی که کلا متروکن و انقدر ترسناک زندگی میکنه و اصلا چطوری داره اون مایحتاج زندگیش برآورده میکنه و زنده میمونه. یه خورده که پیگیر شدم متوجه شدم این روستا کلا یه ایراداتی داره و خیلی‌ها به اسم روستای جن‌زده استان فارس میشناسنش. اسم این روستا نصیرآباده که الان کاملا متروکه است و خود روستا حدوداً 700 متر تا 2 کیلومتر پایین‌تر از اون روستای قبلی ساخته شده و الان مردم دارن جدیداً اونجا زندگی میکنن. خلاصه که خیلی برام جالب شد چرا مردم روستا باید این روستا رو ول کنن و حدوداً 1 کیلومتر برن اونورتر زندگی کنن و اصلا از اونور چرا این طرف هنوز داره داخل اون خونه زندگی میکنه. یه روز کلا تصمیم گرفتم برم با یکی از این روستایی‌ها مصاحبه کنم. خوشبختانه تونستم یکی از قدیمیای روستا رو پیدا کنم و کل سوالاتی که در مورد این روستا توی ذهنم بود و ازش بپرسم. اول از همه این که کل چهرهایی که دارید داخل ویدیو میبینید همه شطرنجیه و کلا سانسور شده است، چون هیچ کدومشون رضایت پخش نمیدادن و کل تصاویری که قراره توی این ویدیو ببینید همشون با دوربین خودم ضبط شده و هیچ کدومشون از اینترنت دانلود نشده و تصاویر تقلبی نیست و مرتبط میشه با همون روستا. مادر جان چرا کل روستا جمع کرد اومد بالا؟ مادر به خاطری که یک دختری یه خانی میخواستش. خب یه دختر خان نمیخواست، خیلی واقعا اذیت خانواده‌اش میکرد و اینا. مدتی گذشت جب دستور داد که اومدن آدمای خان خونه اینا آتیش زدن. دختر و پسر و پدر و مادر همه خونه‌شو سوزوندن. یعنی کل خانواده سوختن دیگه؟ نه کل خانواده سوختن. خب پس این روح دختر سرگردون شد، همه تو روستا میترسیدن. چیزی هم میدیدن مثلا، یعنی روح رو میدیدن یا؟ میگفتن میبینیم، میگفتن اون میبینیم، جیغ ویخش میبینیم جیغ میزنه. ولی ما خودم شخص خودم خدایی تو سرم خیلی سر صدای جیغ و ویخ میمد. شخص خودم هم سر صداش میشنفتم. پس کلا به خاطر همه جمع کردن؟ همه جمع کردن از روستا اومدن بالا. هنوز هم که الان بالا هستیم مثلا شده تا حالا کسی بگه میشنوه یا میبینه اینا رو؟ بله خیلی زیاد. خودتون هم دیدین بعد از اون مدت؟ خودم ندیدم. هر از گاهی صدای تو گوشم میاد، تو فکرش هستم، ولی خودم ندیدم، روش ندیدم. ولی همسایه‌ها آدمایی که امثال خودم هستن، همسن سال خودم زیاد دیدم. یعنی صدای زیاد میاد. یعنی هنوز شبا صداش میشنوه؟ ها همه صداش میشنوه. اصلا مثل روستا دیگه ول شده، روستا دیگه مطلوبه شده. یعنی کلا هیچ کی توی زندگی نمی‌کنه؟ اونجا نمیرن، تو برای قبرستون اونا ده ول شده. یعنی الان کلا شده قبرستون اونجا آره؟ شده اونجا قبرستون ها. همه دیگه روستا ول کردن، دیگه اصلا کسی اونجا نمیره. بعد حالا شده مثلا کسی هم بره تو قبرستون چیز عجیب غریبی ببینه از همین دختره؟ خودی خیلی‌ها بعضیا دیدن. بعضی پیرزنا، پیرمردا، بعضی با جوونا با موتور رفتن تعریف کردن که اتفاق افتاده. اونجا ده ول شده اونجا. از ترس همه چیا کلا کسی اونجا نمیره. کلا اونجا ول شده، کسی اونجا نمیره. و مسیرش هم که الان چجوریه؟ مسیری هست که مثلا بشه بری یا خاکیه کلا؟ خاکی است. مسیرش خاکیه. دیگه اصلا کسی هم رسیدگی نکرد آسفالت کنه؟ نه هیچ کاری نکردن. نه مسیرش هم خاکیه. یه کس اونجا زیاد نمیره، اصلا کسی نمیره. یه ول شده قدیمی است. مرسی مادر، دستون در نکنه. خیلی ممنون لطف کردید. زنده باشید. خیلی ممنون. بعد از اینکه با این خانم مصاحبه کردم خیلی کنجکاو شدم که خودم برم اون قبرستون رو ببینم، چون خیلی برام جالب بود که اون قبرستونی که میگن انقدر قدیمیه چه شکلیه، یا اصلا میتونم قبر اون دختر رو اونجا پیدا کنم. خلاصه که تونستم با چند تا از بچهای نوجوان اون روستا ارتباط بگیرم و به کمک اونا کل اون قبرستون رو بازدید کردیم. و بعد از اینکه به اون قبرستون رفتیم یه چیزایی فهمیدم که خیلی بیشتر شوکه شدم. خب گفتیم الان دقیقاً این قبره که روش نماد عجیب غریبه قبر همون دختر است، درسته؟ بله قبر همون دخترم. این نماد عجیب غریبی که الان شما داره فرمایش بدید این نشونه قبیله‌شون بوده، قبلا قبیله‌ای بوده
بعد مثلا معنی خاصی داره مثلا این عقربه؟ حالا میدونی در جریان هستی یا نه؟ من خیلی در جریان نیستم، ولی خب چیزی که پدر بزرگم و چیزا گفتن و اینا نشونه قبیله شونه، اکثرا هر قبیله یه نشونه خاصی رو داشته. من شنیدم که میگن مثلا آقا صدای جیغ زدن دختر رو هنوز میشنن با اینکه روستا رفته اون بالا، یا مثلا کسایی که میان سر قبرستون هنوز میبینن بعضی وقتا، یا مثلا صدای تو آتیش سوختن رو میشنون، صدای آتیش گرفتن و بو آتیش و اینجور چیزا. تا شما هم شده مثلا ببینید و بشنوید اینجور چیزا رو؟ والا ما خودمون که نه، ولی خب 2-3 سال پیش، تقریبا 2 سال پیش بود، پسرم رحمت خدا رفت، شب اول قبل مالا سر قبرش و اینا، من داداش کوچیک‌تر داشتم، یه هفته بود که زحمتی شد و اینا، به کمک سید محلمون تونستیم دیگه اوکی کنیم حالش و اینا، حالا بهتر خدا رو شکر. خب یعنی مثلا جن زده شده بود یا مثلا همون به خاطر زحمت بهش رسیده بود دیگه؟ زحمت رسیده بود، بعد همش خواب میپرید و تو خواب میدید جریان دختره و بعد داداشتون که مثلا میگین اینجور اتفاق براش افتاده بود، براتون تعریف میکرد که مثلا؟ بله همش تعریف میکرد برامون. مثلا میشد شب از خواب میپرید، عرق زده بود، وحشتناک بیدار میشد، تعریف میکرد، میگه مثلا هست داره آتیش میسوزه یکی و اینا، تعریف میکرد برامون که دیگه سید اومد و حالشو خوب کرد. بعد تا حالا شده مثلا پیگیرم بشید بیاید مثلا بخواید ببینید مثلا جن و روح اینجا؟ حقیقتش نه، جرأتش نداشتیم که بخوایم مثلا بیایم و اینا. بعد این سیدی که میگید دیگه قطعا خیلی قدیمیه دیگه؟ آره این سید هستن که اینجا هست یکی از خیلی قدیمی ها هست که جد در جدش همشون موکل داشتن و میتونستن ارتباط برقرار کنن. اوه یعنی بعد خیلی قدیم کلا تو همین روستا بوده؟ آره کلا تو روستا زندگی میکردن. بعد از این اتفاقای برای این دختر افتاده و اینجور صدای وحشتناکی میشنیدن، کلا یه وهم خیلی بدی داشته روستا. کلا همه روستا از روستا رفتن تقریبا 1-2 کیلومتر جلوتر دوباره خونه ساختن زندگی میکنن. بعد این سید فقط داخل این روستای تنها زندگی میکنه و یعنی الان همین روستای قدیمی که متروکه شده داره داخل زندگی میکنه؟ آره هیچ کس نیست، فقط این سید زندگی میکنه و نزدیک به همین قبرستون هم هست و هر پنجشنبه این سید میاد سر قبر این دختره. و بعد کس دیگه هم شده تو این قبرستون خاک بشه؟ چون من الان دارم میبینم همه این قبرها فرسودن و کنده شده. بعد از اون جریان این دختره و خانواده‌اش کلا هیچ کس دیگه داخل این قبرستون کلا خاک نشده، کلا همه از این روستا رفتن، متروکن روستا و الان قبرستونه مثلا جای دیگه رفته، مثلا روستایی‌ها کجا وقتی میمیرن خاک میشن درجا؟ یه قبرستون دیگه هست نزدیک همون روستا و یه 2-3 کیلومتر جلوتر هست. اوکی. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگر دوست دارید که خودم دوباره به این روستا بیام و یه طورایی برای جستجو به همین قبرستون برم، حتما توی کامنت های همین ویدیو برام بنویسید. اگر شما هم مکانهای جدیدی میشناسید که کلا کسی نرفته و نمیدونه و از داستانش خبر نداره و اینطور داستانهای ماورایی دارن، حتما توی کامنت ها برام بنویسید، یا میتونید به این آیدی تلگرام پیام بدید و بهم آدرس اونجا رو بدید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. چند تا ویدیو رو صفحه میاد که اصلا از دستشون ندید. و تا ویدیوهای بعدی، فعلا خدا نگهدار.